وقت میگذرد وقتی که شما خوابید، وقت میگذرد وقتی که شما میخورید، وقت میگذرد وقتی که شما در نقلیات هستید، وقت میگذرد تا اون دمی که شما فکر میکنید که چگونه پول کار کنید، وقت از میرود. وقتی که شما در تلفن صحبت میکنید، وقت میگذرد. سال همچون ماه، ماه همچون هفته، هفته همچون ساعت، ساعت همچون دقیقه، دقیقه همچون درخش. این معنای آن را دارد که وقتی شما تمام میشود و هیچگاه بر نمیگردد، هیچگاه بر نمیگردد. پول اساسی حیات ما این وقت است. تا اون دمی که شما درباره خطر فکر میکنید، کسی توکل میکند و موفق میشود. تا اون دمی که شما درباره قبول قرار فکر میکنید، کسی قرار خود را قبول میکند و موفق میشود. تا اون دمی که شما ففلا میکنید، کسی برای اسرها میکند. تا اون دمی که شما به کارهای بیفایده مشغول میشوید، کسی مفید است. هر روز شما میتواند مشکلات های نو داشته باشد. قوی باشید. هر روز میتواند به فکر شما تشریف آورد. موفقیت های بزرگ در این باب به خود من نکنید، فکر کنید. هر روز شما میتوانید با آدمانی با عقل معاشرت کنید. مردم به تفسیر با همه معاشرت کنید و شما درباره آدمان معلومات خوبی خواهید داشت. وقت هیچگاه بر نمیگردد و شما حتی نمیدانید چقدر به شما داده است. این وقت را خداوند صمیمانه زندگی کنید. دوست دارید که به شما معقول است آن کار را کنید. همین طور زندگی کنید. شما خوشبختی را چگونه میفهمید، قدر میکنید و قدر میکنید. از نزدیکان استفاده برید. هر فرصت را استفاده برید. و پیش حرکت کنید و شما به ادبیات دست میرسید. برای که وقت دیگر معنا ندارد. وقت شما مدتی است در این دنیای دو روزه. خدا میداند امروز هستید، فردا نیستید. برای حرکت کنید و پیش. همدیگر را دوست دارید. قدریت دیگر را بدانید، زیرا وقت قیمتی بزرگ است. نگاه به عقب یک دقیقه یعنی تاریخ می شود و یک دقیقه ما نمیدانیم آینده را و یک دقیقه نمیدانیم که بعد از یک دقیقه چی حادثه رخ میدهد. شاید این حاضر هستیم بس بعد از یک دقیقه نیستیم. وقت را بهاگذاری کنید. دیگر نیست وقت به شما. دیگر نیست وقت به شما.